بعضی ها میگن که حضرت علی دشمنی حضرت ابوبکر و عمر بود. میگن این دروغ است، این تهمت است. حضرت علی دو فرزند خود را نامش را ابوبکر ماند. ابوبکر کلانی، ابوبکر خردی. دو فرزند خودشان را عمر ماندند. سبحان الله. حالی بعضی ها نام فرزند مثلا محمد مانگویی میگه که نام فرزند برادرم محمد است یا از آن خواهرم محمد است. حضرت علی دو فرزندشون ابوبکر ماندیان، دو فرزندشون عمر ماندیان. این دلالت به محبت علی رضی الله عنه به این بزرگوارها میکنه. اینا پیغمبر صلی الله علیه و سلم دوست داشتن. چخیل حضرت علی دوست نمیداره. ما باید دوست داشتنمان و بد دیدنمان با دوست داشتن و بد دیدن الله و رسول موافقت کنه. هر کسی که الله تعالی دوست می‌دارد ما باید دوست داریم. هر کسی که الله تعالی بد می‌بیند ما باید بد بینیم. ما باید تعریف نکنیم، ما باید ستایش نکنیم، ما باید خیراتمند نگوییم، ما باید بر دروغ تعریف نکنیم. هر کسی که الله بد می‌بیند، رسول الله صلی الله علیه و سلم بد می‌بیند، ما باید بد بینیم.